ببخش حلیمه. استغفرالله. شب از خبری تو خیلی ناراحت شدم. تبم رو خیره کردی. به صورت صحبت با گذروندند. تو مرا میشنوی؟ وقتت خیلی کم است. زود باش. اگر راستش رو فهمیدن خواهی حسابی بانکیت رو در بانکمت تفتیش کن. در نزدیکیت یک تا هست. زود باش. رفته بین. تو مرا تعقیب کرده ایستاده به شرف؟ برای حقیقت رو فهمیدن کمی دیگر مونده است. حلیمه، من از اینجا کمتر پول گیرم وینش. تو اگر خواهی در ایستگاه انتظار باش. خوب شد است رفیق سرکمیسر. رفیق سرکمیسر، یگان دشواری هست. نه. $150,000 لیره؟ این چی است؟ این پول از کجا آمد؟ در بین شما خواهیده است که این کارها رو بجا می آورد. کی بودنش رو فهمیدن خواهی این سحر اولین نفری که در این مرکب میزن. نگاه کن. الو. پنج دقیقه پس در اتاقم باش. اطاعت سردارم. همین خیل میستیم سردارم. خدا شگر. با تو چی شد؟ چی خیلی یعنی؟ چی خیل گفته پرسیدنت؟ باز سرت بالای دیگر نارد. برای دیروز در وقتی مجلس برآمده رفتنم میبخشه سردارم. بخششت قبول نشد. سردارم از کار راندنی باشد رانید. هیچ چیز نمیگویم. لیکن به من این خیل نگاه نکنید. تو وقت آخر دیگرگون شده ای. کمی پیش هنر تلفن کرده بود. وای همیز کرده است. چیزی را که تو پنهان میکنی اگر با کار دخل داشته باشد این معنا دارد که به من هم دخل دارد. فاتح بیمار است؟ نه سردارم بیمار نیست. دادرم دیشب از فکر تو خوابم نبود. این چی در داشته باشد گفتم. یک پسر داری و جای کارت. بخشش برای خوابتون نبردم. بخششت قبول نشد. این خیل باشد من روم. خوب پس برو. صورت حسابی در بانک داشتد را تفتیش کن. چی سردارم؟ صورت حسابی در بانک داشتد را تفتیش کن. با تو 50 لیره مکافات پول میدهند. شنیدم برای آخرین کارهایی که با موفقیت انجام داده ای. 50 لیره میگویید؟ معقول نشد؟ چیکار کنیم برادر؟ مکافات پولی پلیس همین قدر است. خوب سردارم تشکری زیاد. برادر تیمور برای اینقدر آزار نده غمگینم. شنیدی؟ چی را؟ خبر رسید از شعبه یاری یک نفر به مقدار زیاد رشوه ستانده است از آدمان نامعلوم. چی گفتی تو؟ از پروکراتور اجازت گرفته این کار با عهده من است. صورت حساب‌های بانکی همه تفتیش کرده شدند. معلوم که بی‌فایده نیست. از تفتیش با پروکراتور فایده زیاد میرسد. در کجا؟ در کجا گفت؟ این چه مناسبت؟ چیزی که میدانی کی هاین این حریفا؟ چی ها میگویی برادر؟ گفزن
تو هم داخلی در همین کارها همین خله؟ بیامان یکی دیوانه شدیم اگر یگید مثل کودکا جنگ کرده به گریبان همدیگر میچسبید. اینجا جای کار. فهم است؟ تیمور مسئله سنجش حسابهای بانکی را شروع کنید. تستر کنید. کمی پیش شروع کرده بودم سردار. خوب من به مجلس میروم. صورت حسابی بانکی را اول از که شروع کردنمون معلوم شد. مثل که حیران نشده ای چیزی که از دستت میآید همان را کن. رفیق سرکمیسر، با این قدر دشواریه که دارید باز به یاد آوردن روز تولدم تنها شما به یاد آوردید. لیکن لازم نبودند این گلها. کی فرستاده است؟ شما نفرستادید. از نوشتجاتش خوشم آمد. نوشته شده است این گلها در تنهایی می شکوفند. چی گفتی؟ کی این رو به تو فرستاده است؟ مگر شما نفرستادید؟ رفیق سرکمیسر چی کار کرده استادید؟ رفیق سرکمیسر انیق رجب کپیتان 3. رفیق سرکمیسر آخر به کجا می روید؟ حلیمه امروز اگر سلامت برنگردم یا اینکه واقعی شود فرزندم به تو امانت مایلش. آخر بگوید رفیق سرکمیسر. السلام علیکم امک. علیکم بر سلام. در همین جایها کاپیتان رجب میزیسته است. نمیشناسید؟ نه نمیشناسم. میبخشید. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. میبخشید در همین جایها کاپیتان رجب میزیسته است. نمیشناسید؟ رجب کاپیتان؟ بله بله. یک کاپیتان رجب بود. سالهای 63 شناس بودیم. خیلی از که رحمتی شده است. مگر یگان کاپیتان رجب دیگر نیست؟ با خدا باشم بغیر از همون کسی دیگر رو نمیشناسم. تشکری زیاد به شما. رجب میگفتگیش کی باشد؟ رجب کاپیتان. خالی هست.
کاش که زلف خار در دستم بود. خون از کجا یاد؟